خانم دکتری برای من تعریف میکرد، میگفت سال آخر رشته پزشکی بودیم، با یه پسری هم کلاس بودم و با هم نامزد کردیم، قرار ازدواج گذاشتیم. یه روز این پسر منو دعوت کرد خونهشون، رفتم و دیدیم مادرش کوکو سیب زمینی درست کرده. این خانم دکتر میگه من دیدم این شوهرم خیلی ناراحت و خجالت میکشه که مثلا مادرش یه غذای خوب درست نکرده. میگه منم برای اینکه این ناراحت نشه، تحقیر نشه، با اشتها کوکو سیب زمینی ها رو خوردم و گفتم به به چقدر خوشمزه است، دستمال شما چقدر خوبه فلانه. میگه گذشت، رفتیم خرید عروسی، سر یه جنسی من میگفتم اصرار میکردم من اینو میخوام، مادر شوهرم میگفت نه این گرونه، اینو نباید بخری. خلاصه دید من اصرار میکنم، یه دفعه برگشت به من گفت یادت رفته اومده بودی خونه ما کوکو سیب زمینی رو 4 چنگولی میخوردی، نمیدونستی تو دهنت بذاری یا تو دماغت بذاری، اصلا کوکو سیب زمینی دیده بودی تا حالا؟ میگه اونجا فهمیدم که آدم باید بی خودی به خودش تخفیف نده، شأن تو باید یه جایی بیاری پایین که طرفت بفهمه. آره میگه گوهر خود را مزن بر سنگر ناقابلی، صبر کن گوهر شناس قابلی پیدا شود.